خبر فوری: سیگنال سنگین چین با آمریکا و اسرائیل در راه G20 پشتیبانی از ایران. اژدهای پنهان ایران است. انفجار مهیب در ایران. کاروان موترهای نظامی هدف قرار گرفت. منهدم شدن 2 موتر زیریهی. برادران گرامی، در ایران شهر سیستان و بلوچستان شب سه‌شنبه شب تیراندازی نیروهای مسلح. افزایش احتمال حمله نظامی. لایرجانی وارد دوحه شد. دیدار فوری با امیر قطر برای جلوگیری از جنگ و یافتن راه حل دیپلماتیک هسته‌ای ایران. اعزام دومین ناو جنگی آمریکا به خاورمیانه. احتمال حمله آمریکا به ایران شدت گرفت. و ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات با ایران اقدام نظامی گزینه روی میز است. اگر مردم ایران بخواهند رژیم را سرنگون کنند، این امر به خود مردم ایران مربوط است. مشروع خبرها: سیگنال سنگین چین با آمریکا و اسرائیل در راه ایران G20 پشتیبانی از ایران. اژدهای پنهان ایران است. در تحول خبرساز وابسته نظامی چین در تهران طی یک دیدار رسمی با امیر سرتیپ بهمن بهمراد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماکت جنگنده نسل پنجمی چنگداو G20 مشهور به اژدهای نیرومند را به او اهدا کرد. این دیدار که به احتمال زیاد همزمان با مراسم روز نیروی هوایی یا برنامه مرتبط با بزرگداشت وفاداری پرسنل به امام خمینی برگزار شده، با سرعت گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال همکاری‌های پیشرفته هوایی میان تهران و بیجینگ را برانگیخته است. پیشرفته‌ترین هواپیمای رادارگریز G20 جنگنده یا چین محسوب می شود و به عنوان پاسخ چین به آمریکا طراحی شده است. هرچند F-35 و F-22 ارائه یک ماکت به تنهایی به معنای قرارداد تسلیحاتی نیست، اما تحلیلگران آن را پیام سیاسی حساب شده از سوی چین در بهبوهای افزایش فشارهای غرب بر ایران می‌دانند. تا این لحظه هیچ اعلام رسمی درباره فروش یا انتقال احتمالی این جنگنده به ایران منتشر نشده است. با این حال چنین حرکتی می‌تواند نشان دهنده تمایل چین برای تعمیق روابط نظامی با تهران و ارسال یک پیام بازدارنده به آمریکا و اسرائیل باشد. در شرایطی که موازنه هوایی در خاورمیانه به شدت حساس است، هر گونه تحول در این سطح هم می‌تواند معادلات راهبردی منطقه را دگرگون کند. انفجار مهیب در ایران. کاروان موترهای نظامی هدف قرار گرفت. منهدم شدن 2 موتر زیریهی. وبسایت هالوش گزارش داد. انفجار مهیب در مسیر حرکت کاروان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در محمد آباد شهرستان ایران شهر به وقوع پیوسته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 دلو منتشر شد، دست کم 2 خودروی زیریهی نیروهای جمهوری اسلامی در این انفجار منهدم شدند. هالوش نوشت صدای انفجار به حدی شدید بوده که در همه نقاط شهر شنیده شده و پس از آن حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف محل حادثه افزایش یافته است. گروه جبهه مبارزین مردمی در بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. برادران گرامی، در ایران شهر سیستان و بلوچستان شب سه‌شنبه شب تیراندازی نیروهای مسلح. در این بیانیه آمده است کاروان نیروهای یگان ویژه سرکوبگر که در سالگرد تأسیس ساختار ولایت فوقیه در حال قدرت نمایی و ایجاد ارعاب در بین شهروندان بودند، در شهر ایران شهر مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان محل این حادثه را مقابل شفاخانه ایران در محمد آباد ایران شهر گزارش کرد. کمپین فعالین بلوچ افزود
افراد مسلح پس از انفجار یک بمب صوتی در نزدیکی شفاخانه ایران و پادگان نیروی نظامی در کنار صدا و سیمای قدیم با تیراندازی‌ها به سمت نیروهای مرصاد شلیک کردند. بر اساس این گزارش شماری از نیروهای نظامی مرصاد در این حمله هدف قرار گرفتند. تاکنون جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است. افزایش احتمال حمله نظامی، لاریجانی وارد دوحه شد. دیدار فوری با امیر قطر برای جلوگیری از جنگ و یافتن راه حل دیپلماتیک هسته‌ای ایران. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد و با استقبال مقام‌های بلندپایه این کشور روبرو شد. این سفر در ادامه تلاش‌های تهران برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران و جلوگیری از یک حمله احتمالی نظامی آمریکا انجام شد. به محض ورود، لاریجانی به کاخ امیر قطر رفت تا با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دیدار و گفتگو کند. این دیدار مهم چند ساعت پس از گفتگوی امیر قطر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. اقدامی که نشان می‌دهد دوحه نقش کلیدی در میانجیگری و کاهش تنش‌های منطقه‌ای دارد. اخباری هم منتشر شد در رابطه با انتقال پیام یا ارسال نامه از طریق شما حالا به طرف‌های مذاکره کننده آمریکایی. این اخبار رو تایید می‌فرمایید؟ نه، ما نامه‌ای نداشتیم به طرف آمریکایی، ولی دوستان عمانی یه ارتباطاتی داشتن، مطالبی از قول اونها با ما مطرح کردن. نامه نبود ولی نظراتی که اونا داده بودن رو نوشته بودن به من دادن که ما پیگیری کنیم و در تهران مورد بررسی قرار بدیم. منابع دیپلماتیک میگویند محور اصلی گفتگوها شامل تداوم مذاکرات هسته‌ای، تضمین‌های امنیتی و جلوگیری از تجدید تنش‌ها در خلیج فارس است. این سفر و دیدارها همزمان با تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عملیات نظامی انجام می‌شود. کارشناسان بین المللی معتقدند موفقیت این مذاکرات می‌تواند ریسک درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا را کاهش دهد و به حفظ ثبات در منطقه کمک کند، در حالی که شکست آن ممکن است به تجدید تنش‌ها و پیامدهای امنیتی گسترده منجر شود. اعزام دومین ناو جنگی آمریکا به خاورمیانه، احتمال حمله آمریکا به ایران شدت گرفت. با اعلام ترامپ در صورت شکست مذاکرات میان ایران و آمریکا، واشنگتن احتمال اعزام یک گروه دوم ناو هواپیمابر به خاورمیانه را بررسی می‌کند. بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ اعلام کرد در صورت ناکام ماندن مذاکرات جاری با تهران، واشنگتن احتمال اعزام یک گروه دوم ناو هواپیمابر به خاورمیانه را بررسی می‌کند. او گفته ما یک ناوگان در حال اعزام به منطقه داریم و ممکن است ناوگان دیگری هم در راه باشد. این اظهارات تهدیدآمیز ترامپ در حالی مطرح می شود که گفتگوهای دیپلماتیک میان دو کشور ادامه دارد و مقامات دو کشور به نتیجه آن ابراز خوشبینی کردند. موج‌سواری رسانه اسرائیلی روی تهدید ترامپ در سوی دیگر، باراک راوید، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با کانال 12 اسرائیل از جزئیات تماس تلفنی خود با دونالد ترامپ پرده برداشت. تماسی که در آن رئیس جمهور آمریکا صراحتاً هشدار داده در صورت شکست مسیر دیپلماتیک، گزینه اقدامی همچنان روی میز خواهد بود. با گفته راوید، ترامپ با اشاره به تجربه جنگ 12 روزه اعلام کرده که در صورت ناکامی مذاکرات آماده اقدام سخت است و حتی اعلام اعزام دومین ناو هواپیمابر ناوگان جدید جنگی به منطقه را بررسی می‌کند. این اظهارات بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره حمله آمریکا به ایران را تقویت کرده است. در واکنش به این تحولات، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری خود هشدار داد اگر جمهوری اسلامی مورد تعرض نظامی قرار گیرد، پاسخ ما کوبنده و پشیمان کننده خواهد بود.
ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات با ایران اقدام نظامی گزینه روی میز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت اگر دستیابی به توافق با ایران ممکن نباشد، واشنگتن آماده است همانند جنگ 12 روزه سال گذشته علیه ایران اقدام نظامی انجام دهد. او گفت ایرانی ها واقعا میخواهند به یک توافق برسند. یا توافق میکنیم یا مجبور میشویم کاری بسیار سخت انجام دهیم. مثل دفعه قبل او گفت این مذاکرات کاملا با دفعه قبل فرق دارد. ایرانی ها فکر نمی کنند ما با آنها حمله کنیم و ریسک بزرگی کردند. ترامپ با تاکید بر تمایل خود برای رسیدن به توافق همزمان به تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید علاوه بر پرونده هسته‌ای شامل موشک‌های بالستیک آن نیز باشد. ترامپ روز سه‌شنبه به خبرگزاری اکسیوس اعلام کرد ممکن است یک نوع هواپیمابر دیگر به همراه گروه ضربتی آن به خاورمیانه اعزام شود تا فشار بر ایران افزایش یابد. ایالات متحده و جمهوری اسلامی جمعه گذشته در عمان برای اولین بار پس از جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران مذاکرات خود را از سر گرفتند. تهران علنا تاکید کرده است که تنها درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره خواهد کرد و از حق خود برای غنیسازی اورانیوم دست نمی‌کشد. دونالد ترامپ تاکید کرد که هر گونه توافق با ایران نباید فقط شامل موضوع هسته‌ای باشد که به گفته او مسئله بدیهی است، بلکه باید به موضوع ذخایر موشک‌های بالستیک ایران نیز رسیدگی شود. آیا دوست دارید شاهد تغییر رژیم در ایران باشید و اگر رژیم سقوط کند بعدش چی میشه؟ خب ببینید، منظورم این است که اگر مردم ایران بخواهند رژیم را سرنگون کنند، این امر به خود مردم ایران مربوط است. آنچه ما حالا روی آن تمرکز داریم این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این تمرکز سیاست رئیس جمهور بوده است، حتی از دوران اول دوره ریاست جمهوری. 16 فروند سوخترسان آمریکا در پایگاه العدید قطر مستقر شدند. همزمان هواپیماهای جاسوسی نیز فعال شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، مقایسه تصاویر با داده‌های ماهواره‌ای قبلی نشان می‌دهد که این هواپیما از زمان استقرارش در پایگاه یعنی حدود 1 ماه گذشته دقیقاً در همان موقعیت ثابت باقی مانده و تاکنون هیچ پروازی انجام نداده است. صابرین نیوز نوشت تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که 16 فروند هواپیمای سوخترسان کسی 135R و یک فروند هواپیمای شناسایی RC 135V در پایگاه هوایی العدید قطر مستقر هستند. هواپیمای RC 135V یک پلتفرم جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی است. مقایسه این تصاویر با داده‌های ماهواره‌های قبلی نشان می‌دهد که این هواپیما زمان استقرارش در پایگاه یعنی حدود 1 ماه گذشته دقیقاً در همان موقعیت ثابت باقی مانده و تاکنون هیچ پروازی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز مأموریتی برای جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی از ایران با هدف کمک به ایجاد بانک اهداف احتمالی برای حملات آینده نیروی هوایی آمریکا انجام نشده است. قابل توجه بینندگان عزیز چینل خبری افغان پرو، به دلیل محدودیت دسترسی کامل به تصاویر لحظه‌ای در گزارشات ما با وجود تصاویر جدید که در دسترس ما قرار گرفته، از تصاویر آرشیوی برای زمینه‌سازی خبری نیز استفاده شده است.